سلسله برنامه از حیات صحابگان. خداوند از همه آنها راضی باد. این سلسله برنامه است که ما در آن بعضی از قصه های آن بزرگواران را برای شما نقل میکنیم. آنهایی که به دیدار آن پیشوا و فخر فرزندان آدم به دیدار محمد صلی الله علیه وسلم مشرف گردیدند. این سلسله برنامه را به قسمها تقسیم کردیم و در هر قسمی درباره یک صحابه بزرگوار صحبت خواهیم کرد. از سبب دراز بودن بعضی از قصه ها آنها را به دو قسمت تقسیم خواهیم کرد و کوشش میکنیم تا در این سلسله برنامه قصه ها را دراز خسته کننده و یا کوتاه خالی از منفعت نگردانیم و از شما امید آن را داریم که این قصه ها را به دیگران برسانید تا همه از آن بهره ببرند و همراه با شما از اولین قصه مبارک شروع خواهیم کرد. مردی که آخرت را از دنیا، خدا و پیامبرش را از دیگران بالا دانست. سعید ابن عامر جهمی. سعید ابن عامر جهمی جوان یکی از هزاران کسانی بود که با دعوت سرداران قریش به بیرون از مکه به منطقه با نام تنعیم برآمد تا منظره مرگ خبیب ابن عدی، یکی از اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم که او را با حیله و نیرنگ دستگیر کرده بودند تماشا کند. جوانمردی و دلیری او باعث شد تا این جوان با زور کتفانش از میان آن همه مردم عبور کند و در برابر سرداران قریش و مثل ابو سفیان ابن حرب و صفوان ابن امیه بایستد و آن اسیر دست و پا بسته قریش را از نزدیک ببیند که زنان و کودکان او را کشان کشان به سوی مرگ می بردند تا با کشتن او از محمد انتقام بگیرند و این تسکین برای آنها نسبت به کشته شدگان جنگ بدر گردد. وقتا که این جماعه بزرگ آن اسیر را به سوی مکانی که برای کشتن او آماده شده بود بردند، سعید ابن عامر با قامت بلندی که با آن از خبیب فرق میکرد از میان غلاغله زنان و کودکان صدای آرامانه و استواری او را شنید که می گفت: اگر خواهید من پیش از مرگم 2 رکعت نماز بخوانم. آنها به او اجازه دادند. سعید به او نگاه میکرد، دید که او رو به سوی قبله کرده نماز میخواند. چه نمازی زیبایی، با تمام آرامی و خشوع. بعد از انجام نماز او رو به سوی سرداران قریش کرده میگوید: اگر شما گمان نمی کردید که من از ترس مرگ نمازم را طولانی میکنم، به خدا سوگند که آن را خیلی طولانی میخواندم. بعد از این سعید به چشمان خود دید که قومش چگونه اعضای بدن خبیب رضی الله عنه را زنده به زنده یکی پی دیگری میبرند و از او میپرسند: آیا میخواهی که محمد در جای تو باشد و تو در آزادی باشی؟ در حالی که خون از بدنش جاری میشد گفت: به خدا سوگند من دوست نمیدارم که در امن و آرامش در حلقه زن و فرزندانم باشم و محمد را خار آزار بدهد. اینجا بود که مردم دستانشان را بالا برداشته با آوازی بلند میگفتند: او را بکشید، او را بکشید. سپس سعید دید که خبیب چشمانش را از آن پایه چوبی داری که بود به سوی آسمان برداشته میگفت: اللهم احصیهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. سپس آخرین نفسهای خود را برآورد در حالی که در بدن او زخمهای شمشیر و تیرهای نیزه حسابی نداشت. سبز است به دلهای همه یاد صحابه، جاری است در این غم کده فریاد صحابه. قریش به مکه برگشت و در پیچ و تاب زندگی خبیب و منظره مرگ او را به کوی فراموشی سپرد. لیکن این جوان سعید ابن عامر جهمی خبیب رضی الله عنه را نمیتوانست فراموش کند. هرگاه خواب میکرد او را در خواب میدید، در بیداریش باشد همیشه در پیش نظرش بود. آن نمازی با خشوع و آرامانه او هر لحظه پیش رویش مینمود. آن ترنمی صدایش که در حق قریش دعا میکرد به گوشش میرسید. میترسید که عذاب الهی به صورت صاعقه بیاید یا اینکه سنگ از آسمان بر سر او بیفتد. خبیب رضی الله عنه با مرگ خویش سعید را درس‌هایی داد که پیش از این او نمیدانست. به او تعلیم داد که حیات حقیقی این داشتن عقیده سالم است و برای حفظ این عقیده تا دم مرگ باید جنگید. اینچنین به او تعلیم داد که ایمان مستحکم کارهای عجیبی می کند و معجزه ها می سازد. چیزی دیگری که به او تعلیم داد این بود: آن مردی که یارانش او را تا این حد دوست می دارند باید حتما پیامبری باشد که از جانب آسمان تایید شده باشد. اینجا بود که خداوند دل سعید ابن عامر را به سوی اسلام کشاد.
و او در میان مردم بیزاریش را از خطاها و گناهان مرتکب شده قریش و بت‌های آنها و داخل شدنش به دین خدا را اعلام کرد. مدیون صحابه بود این عالم امکان، زیرا هبه کردند به ما تحفه ایمان. سعید ابن عامر به مدینه هجرت کرد و در کنار رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایستاد و با او در جنگ خیبر و جنگ‌های دیگری بعد از آن اشتراک کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به جوار پروردگار خویش پیوست، بعد از او عامر همچون یک شمشیر بران برای خلیفه های پیامبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بود. او همچون مثال برای مؤمنانی که زندگی آخرت را بر دنیا برتری دادند حیات خود را سپری نمود. پاداش و رضای خداوند را از شهوت ها و لذت دنیایی بالا دانست. خلیفه های پیامبر صلی الله علیه وسلم سعید ابن عامر را همچون مردی صادق و پرهیزگار می شناختند و نصیحت های او را گوش می کردند، آنها را می پذیرفتند. دوره های اولی خلافت عمر رضی الله عنه بود. سعید به نزد او در آمده گفت: ای عمر، تو را وصیت می کنم که در حق مردم از خدا بترس و در حق خدا از مردم نترس. آگاه باش که سخنت مخالف رفتارت نباشد، زیرا بهترین سخن آن است که با رفتار یک باشد. ای عمر، رو به سوی کسانی کن که خداوند امور آنها را بر دست تو داده است. چیزی را که برای خود و عائله خود دوست می‌داری، برای آنها نیز دوست بدار، و چیزی را که برای خود و عائله خود نمی‌پسندی، به آنها نیز مپسند. برای رسیدن به حق سختی ها را تحمل کن و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده مترس. عمر رضی الله عنه گفت: ای سعید، چه کسی از عهده این کارها می براید؟ گفت: هر کسی مانند تو که خداوند امور امت محمد صلی الله علیه وسلم را بر دوشش گذاشته است و کسی که بین او و خداوند هیچ مانعی نیست. اینجا بود که عمر ابن خطاب رضی الله عنه او را برای همکاری دعوت کرد. گفت: ای سعید، من تو را والی شهر هیمس تعیین می کنم. سعید رضی الله عنه گفت: ای عمر، خداوند تو را ببخشد، مرا گرفتار فتنه دنیایی مکن. عمر در غضب شده گفت: وای بر شما، این کار را در گردن من گذاشتید و اکنون از من دور می شوید؟ سوگند به خدا که رهایت نمی کنم. سپس او را والی شهر هیمس تعیین نمود. گفت: آیا مزد برایت تعیین کنم؟ سعید رضی الله عنه گفت: ای امیر مومنان، من آن را چی کار می کنم؟ آن مقداری که از بیت المال می گیرم از حاجت من زیادی است. سپس راه هیمس را پیش گرفت. دیری نگذشته بود که به نزد عمر ابن خطاب گروهی از اهل هیمس آمدند که به آنها باوری داشت. عمر به آنها گفت: برای من نامهای فقیرانتان را نویسید تا حاجت آنها را برآورده کنم. به او روی خطی را پیشنهاد کردند. در آن نام فلانی فلانی و نام سعید ابن عامر نیز بود. عمر رضی الله عنه گفت: سعید ابن عامر کیست؟ گفتند: امیر ما. گفت: امیر شما فقیر است؟ گفتند: آره، سوگند به خدا که روزهای دراز می‌گذرند و در خانه او آتشی دیگ افروخته نمی شود. عمر گریان شد حتی که آبی دیده‌اش ریشش را تر کرد. سپس 1000 دینار را در کیسه گذاشت و گفت: به او سلام مرا رسانید و به او بگویید که امیر مومنان این مال را برای تو فرستاده است تا با آن حاجتهای خود را برآورده گردانی. آن گروه به نزد سعید ابن عامر رضی الله عنه آمدند و آن کیسه را به او دادند. سعید رضی الله عنه وقتی که آن دینارها را دید، آنها را از خود دور کرده گفت: انا لله و انا الیه راجعون. گویا مصیبتی به او نازل شده باشد، گویا ناخوشی به او رخ داده باشد. زنش این حالت را دیده ترسیده گفت: ای سعید، چی رخ داده است؟ آیا امیر مومنان وفات کرد؟ گفت: بلکه بزرگتر از این رخ داده است. زنش گفت: آیا مصیبت بر سر مسلمانان آمده است؟ گفت: بلکه از این هم بزرگتر. زنش گفت: از این مصیبت بزرگتر دیگر چی می شود؟ سعید رضی الله عنه گفت: دنیا به من وارد شده است تا آخرتم را نابود سازد و فتنه در خانه من در آمده است. زنش که از قضیه دینارها چیزی نمیدانست گفت: خود را از آن رها کن. گفت: آیا در این کار به من کمک میکنی؟ زنش گفت: آره. سعید آن همه دینارها را در چند کیسه نهاد، سپس آنها را بین مسلمانان فقیر تقسیم نمود. از این دیری نگذشته بود که امیر مومنان عمر ابن خطاب به دیار شام آمد تا از احوال آنجا با خبر شود. وقتی که به هیمس در آمد،
این شهر را از سبب زیاد شکایت کردن مردم از مسئولان و سردارانش کوفه خرد می نامیدند. چگونه ای که مردم کوفه بودند. وقتی که به این شهر در آمد، مردم آنجا به پیشوازش آمدند. عمر به آنها گفت: درباره امیرتان چی میگویید؟ آنها از 4 خصلت امیرشان شکایت کردند که یکی از دیگری بزرگتر بود. عمر میگوید: سعید را با مردمش روبرو کردم و خداوند را دعا میکردم تا گمان من درباره او دروغ نباشد، زیرا به او سخت باور داشتم. چون صبح شد، آنها با امیرشان نزد من آمدند. من گفتم: از امیرتان چه شکایتی دارید؟ گفتند: تا آفتاب نبراید به نزد ما نمیبراید. و سعید گفتم: در این باره چی میگویی؟ کمی خاموش ماند و سپس گفت: سوگند به خدا که من نمیخواستم این را بگویم، اما میبینم که باید گفت. من در خانه هم خدمتگاری ندارم. هر صبح میخیزم و برای عائله‌ام خمیر میکنم. صبر میکنم تا خمیر برسد. سپس نان میپزم. سپس وضو میگیرم و به نزد آنها میبرایم. عمر میگوید: از آنها پرسیدم: باز چه شکایتی دارید؟ گفتند: او در شب کسی را نزد خود نمیپذیرد. گفتم: ای سعید، در این باره چی میگویی؟ گفت: به خدا سوگند که من دوست نمیدارم این را نیز بگویم. من روزم را برای خدمت به آنها و شبم را برای خدمت به خدا قرار دادم. گفتم: باز چه شکایتی دارید؟ گفتند: او هر ماه 1 روزی کامل به نزد ما نمیبراید. گفتم: سبب این چیست ای سعید؟ گفت: من خدمتگاری ندارم ای امیر مومنان. غیر از این لباس بدنم دیگر لباسی هم ندارم و من آن را در ماه 1 مرتبه میشویم و منتظر میشوم تا خشک بشود. سپس در آخر روز به نزد آنها میبرایم. سپس گفتند: باز چه شکایتی دارید؟ گفتند: بعضی وقتها مدتی از هوش می رود و از مجلس دور می شود. گفتم: ای سعید، چرا چنین است؟ گفت: وقتی که مشرک بودم، من منظره مرگ خبیب ابن عدی را دیدم، در حالی که قریش جسم او را پاره می کردند و از او می پرسیدند: آیا دوست داری که محمد جای تو باشد؟ او می گفت: به خدا سوگند که من دوست نمی دارم که در امن و آرامش میان زن و فرزندانم باشم و محمد را خار آزار بدهد. و من این روز را به خاطر می آرم و می گویم که چگونه به او کمک نکردم و گمان می کنم که خداوند مرا نمی بخشد و این حالت باعثی از هوش رفتن من می گردد. اینجا بود که عمر رضی الله عنه گفت: خدا را شکر که گمان من درباره او دروغ نبرآمد. بعد از چند عمر رضی الله عنه 1000 دینار برای او فرستاد تا حاجتهایش را برآورده گرداند. وقتی زنش دینارها را دید، به او گفت: خدا را شکر که تو را از خدمت ما آزاد کرد. با این پول برای ما یاردمچی بگیر و خدمتگاری را اجاره کن. سعید به زنش گفت: آیا برای تو از این دیده چیزی بهتری نیست؟ زنش گفت: چه چیزی بهتر از این باشد؟ گفت: اینها را به کسی می دهیم وقتی که به آنها سخت محتاج شدیم به ما پس می گردانند. زن گفت: او کیست؟ گفت: اینها را همچون قرض حسنه به خدا می دهیم. الله اکبر. زن گفت: آره، خداوند به تو جزای خیر دهد. آنها آن مجلس را ترک نکرده بودند که سعید همه آن دینارها را در چند کیسه انداخت و به یکی از اهل خانواده اش گفت: این را بگیر و به فلان بیوزن، به فلان یتیم و به مسکینان فلان قوم و به فقیران فلان قوم ببر. الله اکبر. خداوند از سعید ابن عامر راضی باد، زیرا او از جمله کسانی بود که با وجود محتاج بودنش دیگران را بر خود ترجیح میداد. عالم همگی شاهد ایثار صحابه، روشن شد دنیا ز انوار صحابه، روشن شد دنیا ز انوار صحابه.